أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. و آن کسان که چون کار زشت کنند یا به خود ستم کنند خدا را یاد می کنند و برای گناهان خویش آمرزش می خواهند. و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و چون به زشتی گناه آگاهند در آنچه می کردند پای نفشردند. یعنی در این حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند: شنیدم از رسول اکرم علیه السلام که گفتند: هر انسانی که هر گناهی که انجام می دهد، فرق نمی کند که گناهی کبیره است یا صغیره، گناهی کلان است یا که خرد، بعد از آن می خیزد، پس طهارت می کند، طهارت کامل می کند، بعد از آن 2 رکعت نماز نافله به نیت توبه از همین گناه انجام می دهد، 2 رکعت نماز می خواند، بعد از آن استغفار طلب می کند، از الله آمرزش طلب می کند برای همین گناهی که انجام داد، مگر اینکه الله گناه او را مغفرت می کند. یعنی هر انسانی که مرتکب هر گناه، هر جنایت، هر معصیتی که شد، خدای نخواسته این عملهای بد را انجام داد، زود خسته از پی نماز، از پی توبه شود. زیرا هر انسانی که از سبب وسوسه نفس و شیطان و پیروی هوا و هوس گناه انجام می دهد، بعد از آن پشیمان می شود و خسته وضو گرفته 2 رکعت نماز می خواند و بعد از این استغفار طلب می کند، توبه می کند به سوی الله، پشیمان می شود و خودش را از اون گناه می کند که باز به سوی اون گناه باز نگردد و قصد صادقانه می کند، صدقاً توبه می کند. یقیناً امید است که الله گناه این بنده را می بخشد. اما اگر گناه وابسته به یگان انسان باشد، یگان انسانی را آزار داده باشد، غیبت کرده باشد، تهمت کرده باشد، در این صورت بعد از اینکه طهارت کرد و 2 رکعت نماز خواند و توبه کرد، باید نزد اون انسان رفته از اون عذر پرسی کند، هر حقی که باشد به اون بازگرداند. بعد امید است که الله گناه این بنده را ببخشد. الله متعال ما و شما را از انجام دادن گناه و معصیت در حفظ و امان خودش نگاه داشته باشد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.